سرخط خبرهای مهم. با ضرر دیدگان صدمه در کلاب ماشین می‌دهند. агентии صادرات میگوید روسیه برای صادرات محصولات تاجیکستان مانع ایجاد میکند. و نظرسنجی زنهای تاجیک آرایش صنعی بکنند یا نه؟ سلام بیننده های عزیز، شما برنامه نویدی بامدادی رو تماشا دارید که از دوشنبه تقدیمتان می شود. امروز چهارشنبه 9 اوگوست. با دستور رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان با ساکنانی که در نتیجه صدمه در شهر کلوب نقلیاتشان ضرر دیده است ماشین های نو میدهند. یک منبع از حکومت کلوب با تصدیق این خبر به رادیو آزادی گفت مراسم سپردن ماشین ها به شهروندان ضرر دیده امروز 9 اوگوست برگزار میگردد. با اطلاع منبع همچنین منزل‌های آسیب دیده برقرار کرده می‌شوند. کمیته حالت‌های فوق‌العاده خبر داد که در پی این صدمه 7 واسطه نقلیات سر راه و 3 خانه ساکنان جداً ضرر دیدند. با اطلاع مقامات در پی صدمه روز 6 اوگوست در شهر کلوب بیش از 20 نفر ففتیده و مجروح شدند. مقامات گفتند ترمز ماشین برکش از کار مانده، آن با سرعت ماشین‌های سمت مقابل را پخش و خانه‌ها را تخریب کرده است. در نیم سال اخیر بار دوم است که در راه ماشینگردی دوشنبه کلوب خوروغ ماشین‌های برکش به صدمه دچار می‌شوند. در پی صدمه ماهی مرد 3 نفر در همین خیابان شهر کلوب ففتیده بودند. راننده‌های سابقه دار میگویند راه نشیب طولانی که از سمت ناحیه شمس‌الدین شاهین به شهر کلوب میآید باید تغییر داده شود. بهرالدین سراج‌الدین زاده دیرکتور агентии صادرات تاجیکستان گفت در سرحد روسیه اکثر وقت ماشین‌های برکش یا فوراهایی را که از تاجیکستان محصولات کشاورزی میکشانند باز می‌دارند و با این سبب صاحبکاران تاجیک زیان می‌بینند. او این حرف را هنگام نشست خبری 8 اوگوست بیان داشت. به گفته او هرچند در نیم ساله اولی سال روان با اشتراک نمایندگان ساختارهای تجارتی تاجیکستان و روسیه چندین سازشنامه و قراردادها به امضا رسیدند، لیکن بیشتر آنها روی کاغذ باقی مانده اجرا نمی‌شوند. در همین حال سراج‌الدین زاده خبر داده است که در حل این مسئله از جانب روسیه همدیگر فهمی ظاهر می شود. به قول رهبر агентии در همه автомашinaهای برکش تاجیکستان چیپ‌های مخصوص نصب خواهند شد تا که گمرکچیان روسیه همه روند فرستادن بار به روسیه را زیر نظارت داشته باشند. چند پیش مقامات ولایت مری ترکمنستان با زنانی که در مؤسسه و اداره‌های دولتی کار می‌کنند گذاشتن میژه، استفاده ناخن‌های صنعی، رنگ روشن کردن موهای سر را منع کردند. همین طور در واخوری‌ها زنانی را که میژه و ناخن‌های صنعی دارند به منبر برآورده در مسیر عام تنقید می‌کنند. خبرنگاران ما از ساکنان تاجیکستان پرسیدند که به زیبایی صنعی زنان تاجیک چی نظر دارند و به معنی این کار در ترکمنستان چی میگویند. چه در کار همین حسن خداوند داده چه رنگ بار میکنه. خداوند حسن داده، جمال داده، از این زود با چه در کار خداشان رو بکدن بچه. یعنی شما قبول ندارید؟ نه من قبول ندارم. حسن خداوند داده خیلی اسمه سرما ممکن دیگه چیز ممکن نیست آدم ده. این حسنی که خداوند داده عطا کرده چه در کار رنگ بار کردن. در تاجیکستان هم همه خیلی شوخوار دارن. در تاجیکستان هم همه دخترای تاجیک لباس ملی تاجیک را پوشند. حسن خودشون رو ویران نکنن بچه. کدومی که کدوم دختر لب میمونه میجا میمونه او اختیار در خودشه خیلی میگرده و شخصیت خودشه. پیشتر دخترها هم توسنی خدا داشتن. حاضر قریب که همه یک خیلی است. اساساً سبب همه چیزها تلفن، اینترنت از دیگر دولت‌های اروپا میبینن همین چیزایو دخترای ما هم یاد میگیرن. در ترکمنستان قانون خوب است برای که ما همه مسلمان هستیم دولتی چی گویم خیلی مسلمانی که هستیم باید همین چیز خوب است. خیلی کاری شخصی هر یک آدم هم خلیه میخوام فسان میکنن گوتش بخواه فسان نمیکنه هر خیلی ماندن ناخن دراز کردن ناخن میجه های صنعی بعضیشان با لب‌هایشان را هر خیلی وای میکنن و طریق اوکو همین از خارجی تقلید از خارجی ها هستن اینها و فکر من با زنهای تاجیک ما نمیزه باش فکر من این هر شخص برای خودش رو زیبا میکنه این معنی رو نداره که برای دیگران خودش رو نمایش دهند خوش لاوش موجه که لاومونیش که ما برای پروتیف هستیم این میده با شخصا فکری ما دیگه کس هر کس شخص فکری شده خواستم که در آینده همسر خودمان
همه چیز طبیعی باشد، سنی نه. در جنوب قرقیزستان 60 مؤسسه دینی را بستند. یک گروه کوری از حساب مقامات قدرتی تندرستی و دینی قرقیزستان در ولایت اوش آن کشور فعالیت انشاءات دینی را تفتیش کرده است. در این باره کمیته دولتی امنیتی ملی قرقیزستان خبر داد. این کمیته میگوید تفتیش در دایره مقابله با پهن کردن تندگرایی مذهبی و رویه‌های غیر عنعنوی دینی، اینچنین بهسازی فضای دینی برگزار شده است. در نتیجه تفتیش رعایت نشدن قانون درباره آزادی دینی و سازمان‌های دینی، معیارهای ساختمانی، نظافتی و بی‌خطری از ساختار آشکار گردیده است. گروه کوری فعالیت 39 مسجد و 21 مؤسسه آموزشی را منع کرده، نسبت 39 مؤسسه مذهبی و عبادتی جریمه تعیین کرده است. پیشتر رسانه‌های این کشور خبر داده بودند که گروه کوری غیر قانونی فعالیت کردن 60 مسجد را در ولایت جلال آباد قرقیزستان آشکار کرده است. بنا به آخرین اطلاعات رسمی در قرقیزستان نزدیک 2,600 مسجد، تقریبا 100 مدرسه و 10 مکتب عالی اسلامی فعالیت می‌کند. و بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز 9 آگوست خبر می‌دهد. 9 август. 9 августи соли 2002 вазорати корҳои хориҷии тоҷикистон қоидаи доштани визаи хуруҷро ба ҳангоми сафар барои шаҳрвандони ин кишвар бекор кард. қоидае ки дар режими иттиҳоди шӯравӣ амал мекарду бо ҳадафи назорат аз сафарҳои шаҳрвандон ҷорӣ шуда буд, охирин шуда дар қаламрави шӯравии собиқ дар тоҷикистон бекор гардид. 9 августи соли 2006 баъди бемории тӯлонӣ дар 59-солагӣ раиси ҳизби наҳзати исломии тоҷикистон даргузашт. соли 1997 абдуллоҳи нурӣ ба намояндагӣ аз иттиҳоди мухолифони тоҷик дар канори президент эмомалӣ раҳмон созишномаи сулҳи тоҷиконро имзо кард, ки ба ҷанги 5-солаи шаҳрвандии тоҷикистон нуқта гузошт. 9 августи соли 2008 тоҷикистон ва фаронса созишномаи сохтмони терминали нави фурудгоҳи байналмилалии душанберо имзо карданд. терминал дар давоми 2 сол бо 24 миллион евро пули қарз аз ҷумла саҳми тоҷикистон сохта шуда, дар он меъёрҳои наздик ба як фурудгоҳи байналмилалӣ риоя шудааст. мақомоти фаронса гуфтанд, терминали байналмилалиро ҳамчун подоши тоҷикистон барои имкони истифодаи фурудгоҳи душанбе аз ҷониби низомиёни фаронсавӣ бунёд карданд. قربی اسعار خارجی صبح امروز به تغییر باقی مانده است. بانک ملی 1000 روبل روسی را 113 سومانی، 100 دلار آمریکایی را به 1093 سومانی و 100 یورو به 1197 سومانی معین کرده است. بینندگان عزیز، تشکر که ما را همراهی کردید. اخباری از این بیشتر را در سامانه و شبکه‌های صحیفه رادیو آزادی پیگیری نمایید. خیر، خدا نگهبانتان.